درود بر شما. برای دریافت تعالیم صحیح کتاب مقدس، دریافت جزوات و منابع آموزشی و همچنین دریافت موعظه‌های کلام خدا می توانید با ایمیل زیر یا فیسبوک تعلیم مینیستریز در ارتباط باشید. فیض خداوند عیسی مسیح بر شما باشد. آمین. 31 ارمیا جرمایا فصل 31 از 31 تا 34. خداوند میگوید زمانی میرسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست. آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان وقتی دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم بستم. هرچند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پیمان را نگاه نداشتند. پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل می‌بندم چنین خواهد بود: شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می‌دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود. دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. آمین. بله، در این آیه هایی که تازه خونده شده پیمان تازه یا عقد تازه یا عهد عتیق واقعا گفته شده. الان چند هفته هست که ما راجع به فیض صحبت میکنیم و فکر کنم هفته گذشته چقدر اریک قشنگ این موضوع رو باز کرد. اگر نبودید اشاره کرد که وقتی تو مدرسه بود رفت پیش سخت‌ترین معلم و این معلم با همه بد بود، فقط به او خوب بود و این بعداً فهمید به خاطری که برادر بزرگش در کلاس قبلی بوده و خیلی خیلی شاگرد خوب بوده، این لطف و محبت به او رسید. و واقعا ما هم اینطوری هستیم، یعنی به خاطری که مسیح اول رفت و به صلیب رفت و مرد و زنده شد و ما فرزندان او هستیم، این برکت به ما میرسه. بیا با هم دعا کنیم برای این موضوع که بیشتر و بیشتر بفهمیم که این پیمانی که خداوند با ما بسته در خون عیسی مسیح چه هست. ای خداوند، شکرگزاریم برای اینکه در عتیق هم پیشبینی هایی میبینیم راجع به آمدن عیسی مسیح. میبینیم ای خداوند که تو از ازل به فکر ما بودید و ممنونیم برای پیمان فیض، پیمان محبتی که تو با ما کردید و دعا میکنیم امروز ای خداوند که به ما نه تنها بیشتر درک بدید، اما همونطوری که شنیدیم که این پیمان روی قلبهای ما نوشته باشه. یعنی واقعا شریعت تو و خواست تو و اون چیزایی که تو میخواید روی دلهای ما نوشته باشه. پس دعا میکنم ای خداوند که لبهای من را مس کن و گوشهای ما را باز کن تا کلام مقدس تو را نه تنها بشنویم اما بتونیم انجامش بدیم. به نام عیسی مسیح آمین. گفتیم که فیض یه لطفیه، یه محبتیه به نسبت به کسی که شایسته نیست و کسی که خودش هم توان نداره که اونو به دست بیاره. و گفتیم که خب بعضیا تو تمام عمرشان چنان فیضی در زندگی ندیدن و برای اونا شاید سخت‌تر باشه که اینو درک کنن. بابای مهربانی نداشتن، در زندگی سخت داشتن. هیچ کسی این محبت بدون شرط، این محبت به این صورت بهشان نشون نداده شده. پس خیلی مهمه که ما بفهمیم در کتاب مقدس این چی هست و برای اینکه چندین هفته روی موضوع داره کار میکنیم. میخوام شروع کنم با چند تا اشتباه های درک یا سوء تفاهم هایی که پیش آمده راجع به فیض. بعضی ها فکر میکنن که وقتی ما فیض میشنویم به ما اجازه میده که هر کاری که دل ما میخواد بکنیم، یعنی دیگه خداوند بخشیده، دیگه خداوند قبول کرده، خب دیگه ما هر چیزی که تو دل ما میاد آزادیم این کار بکنیم. اما این طور نیست، چون که این دید کسی که از بیرون به مسیحیت نگاه میکنه، این کسی که خودش این مسیحیت رو نکشیده فکر عجب سیستمیه، برو هر کاری بکن، بیا توبه کن خدا میبخشه. اما کسی که
لم شده میدونه که دلش عوض شده، نمیخواد هر کاری انجام بده و وقتی که به دست بعضی کارا میده که میفهمه گناهه توبه میکنه. پس ما میدونیم ایماندار واقعی اینطور فکر نمیکنه که بله من زیر فیض هستم، هر چی که دلم میخواد میتونم انجام بدم. بعضیا میترسن که اگر زیر فیض باشیم شریعت خدا رو زیر پا میذاریم، دیگه جایی نیست برای 10 فرمان، جایی نیست برای شریعت. اما اینطور هم نیست. قبلا ما شریعت رو نمیتونستیم انجام بدیم و موسی هم نمیتونست، برای اینکه خداوند با اینا این پیمان قربانی داد که با قربانی ها اونا آزاد باشن. ما هستیم که با پوری روح قدس میتونیم خواسته های خدا انجام بدیم، نه به خاطر که ما قدرتش داریم، به خاطر که عیسی مسیح در ما ساکن هست. بعضی هم فکر میکنن که فیض کافی نیست، باید به فیض یه چیزایی اضافه کرد. یعنی درسته تو توبه کردی، با فیض خداوند آشنا شدید، اما اگر مثلا کلیسا نیایید، نمیدونم این کار نکنید اون کار نکنید، اگر از کلیسای ما جای دیگه برید، تو میفتی از فیض خداوند و میدونید که اینا همه اشتباه هستن. پس سراغ این قسمت ارمیا هستیم که ارمیا یه پیشبینی میکنه برای زمانی که خداوند یک پیمان جدید میبنده و امروز میخوام 3 تا خصوصیت این پیمان جدید که تو ارمیا پیدا میشه برای شما باز کنم. اولش اینه که وقتی که ما این پیمان تازه را درک میکنیم که با فیض نجات یافتیم، به ما اطمینان نجات میده. اگر نجات شما یه مقداری دست خودت باشه، فکر کنم که سخت میشه که آدم اعتماد کامل داشته باشه. اگر من فکر کنم با طوری که من زندگی کردم باید برم جلوی خداوند بگم خدا تو رو خدا کوشش کردم، بهترین کاری کردم و خدا اونجا بگه که ببخشید شما هر کاری کردید کافی نبود، چون که انسان کار نیک رو نمیتونه بکنه به خاطری که انسان نیک نیست. ما نیک نیستیم. پس کسی که در ذاتش گناهکاره چطور یک کار بی‌عیبی بکنه؟ بهترین کاری که ما میکنیم خیلی وقتا انگیزه های نادرست توش هست. محبت زیادی میکنیم به خاطری که دوست داریم که طرفم بالاخره معیون ما باشه، یا از این حرفا هست در همه ما. پس میدونیم که اون کسی که این پیمان را هنوز ندیده، این فیض را نکشیده، خیلی خصوصیت ها داره. اما میخوام بگم که آیا اون کسی که فیض را خوب درک کرده دید خاصی داره؟ اگر یک زن یک مرد ازدواج کنه به خاطر پولش، اون یه نوع ازدواج میشه. اما اگر یک زن یه شوهری ازدواج کنه به خاطر که عاشقش هست، و در دیدی که ما به خداوند داریم، به خدا داریم، مثل این 2 زنه. یا ما خدا را دوست داریم به خاطر که چه کار برای ما میکنه، یا خدا را دوست داریم به خاطر که او کی هست. کسی که خداوند را نشناخته و این فیض نداره، هر چقدر بیشتر کلام را میشنوه درکش نمیکنه. ما به قول ترکا میگیم دکانش بسته است، هر چی صحبت میکنی، هر چی در میزنی. و واقعیت هم این هست، خیلیا میشنون، خیلیا سالا نشستن تو کلیسا، شنیدن اما به دلهاشان صحبت نشده. یک واعظ آمریکایی یک مثال خیلی قشنگ گفت اگر یه نفر کور باشه، شما روشنترین چراغ جلو چشمش بذاری، هنوزم نمیتونه ببینه. ببین وقت ما هستیم که چشمای ما باز شده و اون نور رو دیدیم و این خداوند است که این کار میکنه. خداوند نشانه ای که ما این عقد با خداوند داریم و ایمان به مسیح آوردیم، واقعا اون مهر روح قدس هست که در ما هست. این روح قدس هست که هست و این مهر روح قدس ما قوت میده که مطمئن که خداوند با ما پیوندی بسته و همیشه مال او هستیم. یه نفر یه دونه بادک کایت دیگه بادک هوا میکرد و هوا ابری بود و یه نفر رد میشه میگه آقا چیکار میکنی؟ میگه من یه بادک را به هوا گذاشتم. گفت آخه کجاست؟ دیده نمیشه. گفت این دائما نخ من میکشه، دائما میدونم که هست. و این کشیش گفت که این نشانه ای که ما خدا داریم و مسیح با ما هست، دیگران شاید نمیبینن اما ما اون کشیش ها رو احساس میکنیم، میفهمیم که با ما
در ارتباط هست، با ما صحبت میکنه. و علامت هایی که ما ایمان داریم و واقعا اطمینان نجات داریم، همین بودن روح قدس در ما هست. نشانه هایی هست که ما کلام خدا را خیلی دوست داریم. نشانه هست که ما نفس کشیدن ما از روح قدس هست، در دعا هست. وقتی گناه میکنیم میریم خداوند را اعتراف میکنیم و ما را میبخشه. پس اولین واقعا برکت این پیمان جدید این هست که اگه با عیسی مسیح ایمان آورده باشیم، او را قبول کردیم، ما اطمینان نجات داریم. اما ارمیا نبی یه چیز دیگر هم میگه جالب، میگه که خدا کلامش روی قلب‌های ما مینویسه. این یعنی چی؟ میگه نشانه‌ای که این پیمان در شما گرفته که خدا اون شریعتی که روی سنگ نوشته بود، که دست موسی بود، روی دلهایی که قبلا سنگ بودن مینویسه. خیلی جالبه. میگه من شریعت خودم در درون اونا خواهم گذاشت و روی دلهای اونا خواهم نوشت. من خدای اونا خواهم بود و اونا قوم من خواهم بود. خیلی قشنگه آیه ارمیا 31-33. ببین، اول شریعت روی سنگ نوشته بود و بعضی وقت که فقط با این شریعت روبرو هستن معمولا به 3 نتیجه میرسن. یکی زندگی دورویی دارن، یعنی جلوی یه تعدادی طوری زندگی میکنن که مردم فکر کنن، مثلا کسی که روزه میگیره اما پشت دیوار ساندویچ میخوره، یا کسی که مثلا هیچ وقت، مثلا من باورم نشد که الان شراب خوردن و مشروب خوردن تو ایران خیلیه. یکی دوتا نیست. خب اونایی که مثلا میگن ما دین ما نمیذاره این کارو بکنیم، ما دیگه میریم یه آب میزنیم و میخوریم، نمیدونم چیکار میکنن. پس کسی که فقط شریعت را به عنوان یه چیزی که روی سنگ نوشته مجبوره که نمیتونه انجامش بده، پس مجبور دورویی باشه، یا کاملا دیگه ول میکنه، میگن نمیتونم. یه جوان پیش من آمد گفت من نمیتونم این شریعت، این چیزایی که مسیح نبود، اما نمیتونم اون چیزی که خدا میخواد انجام بدم. پس گفتم دیگه به جهنم، من به جهنم میرم، چیکار کنم؟ بذار تو این دنیا لذت بکشم دیگه، اگه جهنمی باشه گفت بیشتر دوستانم تو جهنم هستم. پس اون که فقط شریعت سنگی داره یا دورویی باید باشه، یا مثلا میگه ول میکنه، یا اون که خیلی حساسه دست به خودکشی میکنه. و اینم هست اونایی که دیگه گفتن که نمیتونم. پس وقتی ما اینجا میخونیم که خدا شریعتش روی دلهای ما مینویسه، چقدر چیز قشنگی است. و این فقط کاری که خدا میتونه انجام بده و این پیمان جدید که خداوند با ما خواهد بست که ارمیا اشاره میکنه، میگه شما یهودیا اینطوری نگاه میکنه، به شریعت نگاه میکنی و نمیتونی انجامش بدی، باید بری قربانی بکنی، اما روزی میاد که شما با راحتی این شریعت را انجام میدی به خاطر که روی دلهاتان نوشته شده. نشانه ای که این شریعت روی دلتان هست، با شریعت، با گفته های خداوند عاشق هستید، دوست دارید. من یادم بود که با پتی نامزد بودم، من تو دانشگاه بودم توی پنسیلوانیا، پتی تو کالرادو بود و اون زمان نه سلفون بود، نه اینترنت بود، نمیدونم نه تکست بود، فقط نامه دادن بود و ما به هم دیگه گل داده بودیم که هر روز یه نامه به هم دیگه بدیم. من باور کن 3-4 بار میرفتم به اون جعبه پستی نگاه کنم که اون نامه آمده یا نه. یعنی واقعا میخواستم این ارتباط با خدا داشته باشم. کسی که این شریعت روی دلش نوشته شده دوست داره به خداوند ارتباط داشته باشه، دوست داره کتاب مقدس باز کنه، بخونه، ببین خداوند برای من امروز چی داره میگه و قبول میکنه کلام خدا، باش بحث نمیکنه، هر چی که خدا گفته میپذیره، قبول میکنه و با شادی اطاعت میکنه. شاید این داستان رو گفته بودم، اما 2 نفر تو این هواپیمای کوچیک بودن، در قشنگ میگشتن دور کالرادو و متاسفانه اون خهلوان سقطه قلب میگیره، میمیره و الان اون یه نفر تک زنده هست و تو هواپیما هست و هیچ وقت راننده هواپیما نبوده. اما اول میترسه، بعدا رادیو رو ور میداره، با مرکز صحبت میکنه، گفت فلان شده، خهلوان
مثل که مرده، منم اینجا چیکار کنم؟ گفت اون مرکز میگه که هر چی که من بهت بگم انجام بدی. فکر کنی شما انجام میدادی هر چی که اون بگه؟ حالا شما هیچ وقت راننده مثلا هر دغمه هر چی، من فکر کنم هر چی میگفت من سریع انجام میدادم تا کشته نشم. پس ما که مال خدا هستیم و میدونیم که فقط او امید ماست، فقط حرف او برای ما حساب داره، چقدر سریعتر ما دوست داریم انجامش بدیم. خدا رو شکر. پس این پیمان تازه، اتفاقا این پیمان 12 تا خصوصیت داره و امیدوارم که در هفته های آینده بیشترش نگاه کنیم. سومین خصوصیت این پیمان این هست که خداوند به ما اطمینان میده که گناه های ما بخشیده شده. در آیه 34 میگه خدا میگه من گناه های اونا را میبخشم و هیچ وقت به یاد نمیارم. دو تا چیز جالبیه. یکی من گفت من میبخشم، فراموش نمیکنم ها. پس خدا اینطور نمیبخشه. خدا که میبخشه و فراموش نمیکنه. اونایی که فیض ندارند این کلمه زیاد باشه مهم نیست، اما ما که هستیم میدونیم که چقدر مهم است که بدونیم که نشانه این پیمان که خداوند با ما بسته با خود عیسی مسیح این هست که خداوند ما رو میبخشه. بابام یه داستان من گفت که یک دوستش آمد و پسرش خیلی مریض بود و لازم یک جراحی سریع و بابام انجام داد و بعد از این دفتر بیمارستان به این آقای صورت حساب داد. فکر کنم اون زمان مثلا 400 تومان بود، یعنی برای اون خیلی پولی بود. و این صورت حساب آورد پیش بابام و با گریه و با سرش انداخته پایین گفت آقای دکتر من نمیتونم اینو بدم، من چیکار کنم؟ مثل که پرچم شفا دادی با عملت. بابام بردش به دفتر بیمارستان، 400 تومان از جیبش در آورد گذاشت روی اونجا و روی اون صورت حساب به انگلیسی میگه این paid، یعنی داده شده. چه میشه paid؟ پرداخته شده. پس اون صورت رو به آقا داد، گفت پرداخته شده، برو آزاد باش. این بخششی که خداوند ما میکنه. ما بدهکاریم، ما گناه کردیم، مسیح میاد و میگه پرداخته شده، تمام شده. اما فراموش هم شده. یکی از نویسنده‌های خوب مسیحیت میگه که در مورد این آیه میگه که بعد از که ما ایمان میاریم شیطان میاد و گناههای ما به یاد میاره. گناههای ما یاد میگه یاد بود تو جوانی چیکار کردی، یاد بود که این کار کردی. و میگه که اما خدا یه حرف میزنه. خدا میگه که من یادم نیست. من فراموش کردم، من یادم نیست. شیطانه که به یاد میاره. شیطانه که هی میخواد به یاد غلط که ما بکنه. شیطانی که میخواد بگه تو عجب مسیحی هستی، این کاری کردی، این بی احترامی کردی، این دروغ، هر چی باشه. و اونجا اگر به خدا صحبت کنه، خداوند یاده بود اون گناهی که 10 سال پیش اعتراف کردم، گفت خدا میگه نه یادم نیست، فراموش شده، یادم نیست. پس وقتی ما میبخشیم خدا بکنه که ببخشیم و از یادم ببریم. پس این 3 خصوصیت قشنگ فیض خداوند که در نظر داشته باشی و ما هفته دیگه بیشتر باز میکنیم که اطمینان نجات داریم، به خاطر که نجات ما از طریق کارهای خدا نیست، که ما عاشق کلام خدا هستیم چون روی دلهای ما نوشته شده، تو وجود ما گذاشته شده و اطمینان داریم که تمام گناههای ما بخشیده شده. اگر عیسی مسیح را میشناسی، اگر این پیمان با تو هم بسته شده، شاد باشید و جشن بگیرید که خدا تمام گناهایی که اعتراف شده بخشیده شده و هر روز با تو هست و تو دل شما وجود داره و با شما صحبت میکنه. دعا کنیم. خداوند شکر گزاریم برای این پیمان تازه در عیسی مسیح که عیسی مسیح تو حاضر بودی که روی صلیب بری که تمام بار گناه انسان بر دوش تو گذاشته باشه و تو مردی و زنده شدی و پیروز شدی و در دست راست خدا تو هستی و شفاعت میکنی برای ما. ممنونیم که خداوند با این خونی که تو ریختی ما اطمینان نجات داریم. ما میدونیم که حرف تو و شریعت تو و کلام تو روی دلهای ما نوشته شده و ممنونیم ای خداوند که کاملا بخشیده شدیم. جلال به نام تو ای خداوند. دوستتان داریم
و دوست داریم که هر روز دنبال تو بیاییم و برای تو زندگی کنیم. در نام عیسی مسیح آمین. www.talaministries.com. Email pastortat@talaministries.com.